Новое радио. Новое радио, новое радио. شما بخیر شنوندگان عزیز این لحظه با شما منظر نیکوری رستم و شما رادیوی نو رو گوش کرده استودیت نوجی 95 FM در تمام کشور فرا رسانی روز یک شام نیکی زندگی با همه شما مبارک باشد. این شام مهمونی نوبتی برنامه شامگوی ما هنرمندی شنوخته توجی و نفری که همیشه صدایشون در کشور تعیین انداز است شهرت سایناکов. ما شما رو به استودیوی رادیوی نو خوش آمدید میگیم. خوش باشید، سلامت باشید. خیلی خوشحالم که ما امروز با شما دوباره هستیم. سلامت باشید. ما نیز خیلی شدیم که شما درخواست ما رو پذیرفتید و این شام ما هستید. خوش باشید. خب شهرت، نخستین سوالی که چون انا برای همه هنرمندان ما پیشنهاد میکنیم برنامه ما که برنامه شامگویی است، سوال نیز چنین است. عادتا شام شما چگونه آغاز می‌یابد؟ شام این کدام وقت است برای شما؟ با کی اون رو استقبال می‌گیرید عادتا؟ در کجا می‌گذرانید؟ پسر من از مکتب میگیریم و اولم رو از جای کار میگیریم و خانه بریم و شامگاه با هم هستیم و یعنی صحبت میکنیم و درس‌های فرزندان را تیار میکنیم و چقدر پدری مسئولیت شناس. و من امروز وظیفه خانگی را اجرا نکردم و با شما هستم و با شنونده هستم و همین طریق بعد در خانه باز شام یعنی وقتی که خوراک میخوریم و بعدا من البته ایجاد میکنم، موسیقی میکنم، مینوازم و همین طریق شام من خوش میگذرد. بهترین. و میدونید چی؟ شما این شام وظیفه خانگی فرزندتون رو تیار نکرده موندید نه. پس از زیفیر شما میتوانید حتما این وظیفه رو باز روید اجرا کنید. وقت هست فکر میکنم. الکی رفتن. رفتن. یعنی که در کجا الکی میکنن؟ مکتب فرزندم در مرکز است یعنی نزد خب. تلویزیون سفینه است خودم در طرف فلارمونی پروسیوزبان. حاضر زنگ زدم رسیدند خوشبختانه جانم آرام است من با شما هستم و با شما هستم. خب شهرت چند فرزند دارید؟ یک دختر یک پسر دخترچم نقره نام دارد عجیبی بود نقره و بعدا خیلی صنف 6 هستند. پسر من نورشید نام دارد صنف 4 هستند. یعنی اوکای فرزندهای شما کون هستند؟ البته و وقتی که شما در فضای اویله و سرود می آفرید که می نوازید که می خونید این با همون روحیه صنعت دوست داشتن فرزندان شما تاثیر می رسوند؟ محبت اونها رو نسبت این کسب و فکر شما پیدا میکند زیاد میکند؟ البته اولین شنونده من فرزندان هستند چون که من در خانه ایجاد میکنم و حتی گروهی من از کار من بیخبر است. من در خانه ایجاد میکنم، زمزمه میکنم، ازیاد میکنم، حتی هزارها بار تکرار میکنم. ایجادیات یک چیز است که تکرار بسیار میکنی و یعنی چند نمود ایجاد پیدا میکنی، انتخاب میکنی، این نمود میسرای. پسر من صنف 4 است لیکن با من مصلحت میدهد. عجیب بود. همین طریق هست. اوکای مصلحت میده. البته یعنی فکر و نظر خود رو میگوید. من در آفریدن ترانه بیشتر فکر و عقیده اندیشه نظری اهل اویله خود رو میگیرید یا که با مخصوصا نفرانی که در این ساحه تجربه کمون دارند به اونها نیز صحبت میشوید؟ چه بود؟ البته در خانه ایجاد میکنم یعنی خیلی فرزندم فقط میگه که پدر سرود تیار است رفتیم استودیو ثبت میکنیم. ما خیلی دیر میرم بعد چند وقت میرم بعد 2 ماه 3 ماه میرم رفتیم ثبت میکنیم تیار است الکی. لیکن من درونش با چقدر نازک است یعنی میخواهید که همه این نقرات دارد و اوج دارد و همه لحظه شما فکر میکنم و بیزارم فقط که شنید میگه رفتیم ثبت میکنیم همقدر. لیکن و بعدا در جای کار با همکارانم صحبت میکنم یعنی پیشنهاد میکنم و بعضی همکاران با هم مصلحت میدن اینجا با این خیلی شود با خوبتر میشود و همین گونه سرود به قلا میرسد. بهترین. من اگر در اصل گیریم در اویله شما بغیر از شما تا زمانی که مثلا شما صنعتکار شدید بغیر از شما یگان نفر نیست از اویله که اولادی شما صنعتکار بودن در این سال؟ خیلی وقت ما گفتگو کردیم که نبود و بعدا پیدا کردیم که بودن و بعدا مادرم گفتن که تقوی من صنعتکار بود. یعنی با تصور مادرم گفت که مثل دولتمند خال گفت میسر بودم. آوازی بسیار بلند داشتم، بسیار شیردار، جرنگوسی میخوندن و تقوی مادرم بود است. یعنی یکون در روشا ما در یعنی دهات دیرزود زندگی میکنیم اونو یک چند دهات دیگه پایان تر هستند. همین طریق من کودک بودم خبردار نبودم یعنی از این چیزا
و همین طرف فکر کردم که من یعنی همون طرف رفتم. یعنی من از همین از چیز بابای مظفر. اومده است. بابای مظفر یعنی خیر جای گذشتگان جنت باشد البته. یعنی از همون بابا با ما مانده است. چی سبب شد که مثلا شما یک بار همین روی صنعت رو پیش گرفتید یا که یکون آرزوی دارین شما بود یا که گویم بغیر از همه هنر سرایندگی شما یکون معلوماتی تخصصی دیگر سوها رو دورید یا که نی؟ از زمان خردسالی من بسیار شوق زیادی به فوتبال داشتم. من فوتبال در دهات و در همون کوچه یعنی یک شخص نامدار فوتبالیست بودم اوه شلوخته و بچه در- مشهوری فوتبال بازی همین طریق محلی در این مسئله چند بار صحبت کرده بودیم و یک همسایه من یعنی اکاردیون داشت و من توپ داشتم و خلاصه من گفتم بیا اکاردیون خودت رو به من تی من توپم را به شما میتیم. ای باز کردید است یعنی او فوتبالیست شد و من ارتیست شدم. انجوی بود اون نفر عذر چگونه در یکون دسته کسبی هنرنمایی میکنن همون نفر تا زمان دانشجویی خیلی یعنی یک ورزشگر خوب بود و همین طریق واسطه خیلی راههای زندگی چقدر است امروز ها از هر گونه پروبلم و همین مسئله رفتن از یعنی به طرف روسیه اونجا زندگی میکنند و خیلی سن سال هم رفت دیگر زندگی خودش با فرزندان اون پیش میبرد زندگی. اویلای خود رو پیش میبرد. خب شما یکون معلوماتی مخصوصی اولی دارید در ساحه موسیقی و یکون البته سال 1991 من مکتب میانه را یعنی در روشان ختم نمودم و همین گونه به پایتخت به دانشگاه آموزگاری یعنی پید اینستیتوت آن زمان خب شعبه موسیقی و سرود فاکولته موزیک پیانو بود. همونجا من داخل شدم. خوشبختانه ختم نمودم و در زمان دانشجویی من علاقه در پید اینستیتوت مشغول شدم. اوه در بین دانشجویان در همه محفل هاش رو بله اون همه محفل به من فعال بودم. این را اگر من قید نکنم اون زمانی که دانشجویان با من خواندن اونا شاهد حال هستند. همین طریق این حقیقت است. تعریف نیست حقیقت است. بهتری وقتی شما گفتید که من در اونجا تحصیل داشتم یعنی تحصیل میکردم امروز اصلا کم صنعتکاران میتوانند که در اسباب‌های موسیقی نواخته تونند شما در کدام نمودی اسباب‌های موسیقی نواخته میتوانید بغیر از سرایدن از زمان گفتم که من اصلا خصوصا با اکاردیون یاد گرفتم اولین بار نواختن و با گیتار و در یعنی امروزها یعنی اسباب الکتریکی یاماها است. خب و همین اسبابا را من نوازم و در همین اسبابا من ایجاد میکنم و اسبابای ملی را من یکم تا امروز نواختم تا دست نرسوندم. نقشه دارید که موزیک در آینده البته بهتری میشنویم نفر در خطی لوق است و شما بخیر السلام علیکم شما بخیر تشکر زیاد سلام باشه. شما نیست شد باش میگم شما رو و زنده باشید میشنویم سلامت باشید تشکر برای زنگ و البته با سوال شما جواب بدین فرزند شما رو چگونه تعلیم میکنن در خانه کن ما با زبان یعنی روشانی با حرف پ این پدر پ یعنی ما پدر رو پ میگیم. عجیب همین طریق در ایران هم هست به فکرم. یعنی شما رو پ گفته ما مردم روشن پ میگیم مراجعت میکنن پدر. عجیب و سوالی دوم شما جواب شما گفتن کی در اجرای زنده با سرود مادر ما دیده شدیم که شما امروز تنها آمدید یعنی همراه خودمون اسباب موسیقی اکاردیون رو آوردید و میخوایم که همین چیز رو هم بنوازید و هم بسرایید زنده از اون علاقه هنرمند شهرت سینک اومده که ببینن با دقت باشید نخستین مراتبه در رادیونا با سرود زنده با اسباب موسیقی زنده با اکاردیون و با شما هم بسرایید البته بخاطر این برادر هم می‌سرم. ابر بارانی منی ای مادر جانانی منی ای مادر ابر بارانی منی ای مادر جانانی منی ای مادر همچون برگ بفتم من به زمین
همچو برگ بفتم من بر زمین داشته آغوشی کنی ای مادر داشته آغوشی کنی ای مادر زنده باشید. تشکر. اجویش خیلی عالی. من فکر میکنم شنونده ما خیلی قناعتمندند از اجویش شما. خب ادامه میدیم صحبتمون رو با شما و باز یک پیامکی هست در صفحه وایبری میپرسند که ترانه مخصوصا به خود شما پسندتون کدوم است؟ ما هنرمندان وقتی که در کدام لحظه که کدام سرود رو ما یعنی ایجاد میکنیم و در یعنی کارکرد ما آهنگ هستیم همه رو دوست می‌داریم و وقتای آخر یک سرود رو تیار کردم یک دم بیا به نزد من ای ماه مهربان من همین طریق من این سرود رو یعنی ثبت کردم و ایجاد کردم و هر روز قریب که در ماشین در خانه زمزمه میکنیم با آیله قریب که دوست می‌دارید. بله. من از نگاه خود شما در میان مردم شما رو کدام ترانه‌تون همچون هنرمند معرفی کرده توانست و اندازه مشهور کرده توانست؟ اولین بار سال 2007 خب یعنی جشن وحدت بود و خوشبختانه من سرود تاجیکستان همه دنیای منی را ایجاد کردم و همون سرود یعنی مرا یعنی به تماشابین به شنونده نزدیک کرد و دلهای ما را پیوست کرد و من امروزها بعد همون سرود یعنی تماشابین با من در همیشه یعنی در پیوست هستند و دلهای اونا با من نزدیک است دل من با آنها نزدیک است. بهترین. شما میتونید همین لحظه از ترانه خود شاید با اسباب شاید بی اسباب زنده سروید؟ میتونم به اسباب مرحمت بشنویم شما. تاجیکستان همه دنیای منی آشیانی دل شیدای منی من تشنه برابی چشم سارانی تویم تاجیکستان همه دنیای منی مفتونی نسیم ملک خطلانی تویم تاجیکستان همه دنیای منی این یک نفسم به تو در این عالم چیست تاجیکستان همه دنیای منی قربانی بدخشان و زرفشانی تویم تاجیکستان همه دنیای منی تاجیکستان همه دنیای منی آشیانی دل شیدای منی. بهترین و اصلا باید بگیم که همین ترانه بسیار مصرع‌های پرمحتوا دارد مصرع‌های پرمضمون و انتخاب متن این ترانه از ایجادی که بود و عموما در این سمت شما با کی همکاری کردید متن رو چگونه انتخاب کردید و متن خیلی آفریده شد؟ خیلی خوب کردید. همون لحظه ها من یعنی خواستم که در جشن وحدت باید برآمد کنم و آهنگ را من پیدا کردم با دیگر سخن ها همیشه زمزمه میکردم لا 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 میکردم خیلی هنرمندان میدن خیلی جور میشود بله و سخن ندارم و با استاد لیکن آهنگ تیار است. بله عجیب بود. اول آهنگ تبلیغ با استاد شادروان سردار رهدار همکاری کردم و فکرهای خودم را یعنی در تلفنش ثبت کردم رفتم خانه‌اش و استاد شادروان سردار رهدار یعنی این سرود خودش از 3 قسمت عبارت بود و همون گونه در 3 روز 4 روز این قسمت هاش نوشت و به من روان کرد و از درون 3 قسم یعنی همین تاجیکستان همه دنیای منی قسمت دوم بود مشهور شد. یعنی شما با همون متن یگان دیگرگونی بوری نکردید؟ نه همون خیلی کی بود سروید؟ بله بسیار بسیار مصرع‌های زیبا مصرع‌های خوش. از اون دل صحبتی ما ادامه دارد با هنرمند شناخته تاجیک شهرت زینکов. شما میتونید سوالهای خود رو به رقم وایبری استودیو ارسال نمایید 55 00 55 955 و یا اینکه به ما زنگ زنید مستقیما به رقم 44 62 00 955. پس از شنیدن ترانه از خود هنرمند ما باز برمیگردیم صحبت رو همراه شما ادامه خواهیم داد. در موج نو باشید برای همه شما فرار رسانی شما زیبا مبارک باشد.
هم سوی دولت درجی هم غم ما را فرجی هم قدحی هم فرحی هم شب ما را سحری هم قدحی هم فرحی هم شب ما را سحری هم گل سرخ و سمنی در دل گل نزنی سوی فلک حمله کنی سهره و ماه را ببری سوی فلک حمله کنی زهره و ماه را ببری گر به خرابات بتان هر طرف لاله رخ است لاله رخ توزی یک لاله ستانی دیگری لاله رخ توزی یک لاله ستانی دیگری ظلمت شب پرتوی هجران من جان منی جان منی جان من ظلمت شب پرتوی هجران من جان منی جان منی جان من شاه منی لایق صدای من خند منی لایق دندان من نور منی باش دری چشم من چشم منی چشمه حیوان من شاه منی لایق صدای من خند منی لایق دندان من نور منی باش دری چشم من چشم منی چشمه حیوان من دست شما از کجا میروی پیش منو ای گلی خندان من مخبری تبریز شهم شمسیدی مخبری تبریز شهم شمسیدی ای گلو گلزار تو ریحان من ای گلو گلزار تو ریحان من ظلمت شب پرتوی هجران من جان منی جان منی جان من ظلمت شب پرتوی هجران من جان منی جان منی جان من جان منی جان منی جان من جان منی جان منی جان من идома дорад барномаи шомгӯи бетанаффус хотир расо мешам ки аз ба шумо манзар нигори рустам ва ҳамчунин меҳмони ин шом дар барномаи мо ҳунарманди маҳбуби тоҷик шӯҳрат зайнаков шуморо ба радиои нав бори дигар хушомадед мегӯем. خوش باشید. шоматон бахайр бошад. хаста нашудед? نه ана садои شام شما بخیر. хуб мешунавем садоятонро зинда бошед. мо инҷо мебинем як таронаи нав аст ва як дамбиё аз таърихи пайдоиши ин суруди худ мегуфтед ва умуман кай ин суруд эҷод шуд? این سرود ما خطا نمیگم ممکن سالهای 97 98 بود 99 بود هم خیلی یک برادر داشتیم با نام قهرمان عالمجانov در تئاتر اهارون همچون اکتیار یعنی کار فعالیت میبرد و همون دوره به من دادن من یعنی اوستا ایجاد میکردم و با اکاردئون میسردم و همین طریق ثبت نکردم و نزدیکی همین ماه دکبر ثبت کردیم به خاطر سال نو و خاطر و خوشبختانه سرود یعنی به درجه عالی ثبت شد به من بسیار مقبول است. درباره چیست؟ درباره محبت است. البته اونجا گفته است که یک دم بیا به نزد من ای ماه مهربان من حسن و جمال دلکشت شیرینی زبان من از نظرم چو دور شدی روزی سفید شد سیاه نور ببار بر دل و دیده و دیدگان من.
بسیار واقعا جالب. بسیار مصرع‌های پرمحتوا مهمش مضمون بلند دارد. از نگاه شما به فکر شما برای چه اینقدر منتظر شدید؟ مهم بود که باید 20 سال گذرد و بعدا ترانه ایجاد شود. خودم حیرانم، همیشه میخواستم که ثبت کنم ولی که نوبتش نامد و یعنی باوری نبود. من خواستم باز هم یعنی جذابتر با قوتتر کنم و همین طریق موسیقیش بسیار یعنی با قوت اومد و همین گونه باز انتظار داشتم شاید اگر چیز دیگر در درون پیدا کنم در درون ما ایجاد و چیزی که من پیدا کنم خوشبختانه ثبت کردم. بسیاری ها میپرسند و قید میکنند که برای چی شما در سالهای اخیر کم هستید در صحنه؟ این چی سبب دارد؟ ترانه‌های نو از شما کم است و شما این حالت رو به چی وابسته میدونید در زندگی خود؟ من در صحنه‌های تلویزیونی بسیار برآمد میکنم و من هر روز در تلویزیون هستم، در برآمد هستم و امروزها من سایت های وای هستن اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی در حقیقت من در اینجا کم هستم و گفت ورسو اصلا در اینستاگرام عموما داخل نیستم. برای چی؟ و با من گفتن که همه مردم روز در اینستاگرام است، حتی من حاضرم صفحه‌مش نمیدم. چه خیلی باید سر و کار گیرید با این سامانه؟ همین در خیلی داخل نشدم و نه ما رو یک دو موشمی جیان و با پسرم اونا ما را داخل کردن، حتی من صفحه‌مش نمیدم. من از وقت این چیزا رو اعتراف نکردم و من خیلی اومدم و سبب اون شنونده و تماشابین یعنی من اونا رو گناهگار نیستم، در من که در درون همین چیزا نیستم اونقدر همین طریق است. لیکن اگر اونا شبکه‌های تاجیکستان و سفینه و تلویزیون‌های تاجیکستان اگر تماشا کنند من فعال‌ترین هستم. فعال است. چون که من بسیار ایجاد میکنم. یعنی که شما از اول که تنها طریق تلویزیون‌های دولتی یک محبوبیت پیدا کردید میون مردم و گویم شبکه‌های اجتماعی قدر احتیاجی نیست. البته و کار اساسی من همون است و من در کار خودم فعال هستم. من ولی باوی خودم رو خودم دادگیم من خطا نکردم. بهترین شهرت میگفتید که برای در صحنه تو دیر باقی موندن برای صنعتکار چی مهم است؟ داشتن مبلغ یا که مهنتی بسیار؟ من فکر میکنم مهنت زیاد البته در کار است، چون که شنونده همیشه میخواد که سرودهای نو به نو شنود و همیشه سرودهای نو به نو ما را انتظار است و از ما در این بار صحبت کردیم. همیشه من ایجاد میکنم در جشنایی که ما داریم، نوروز ماه مارت است، من همیشه سرود نو ایجاد میکنم و در جشن وحدت میشد، روز وحدت بخشیده به عیدهای مخصوصا ملی. البته من همیشه ایجاد میکنم و یک سال نو یک دوره میبید که آزادانه من سرودهای مثال عشقی رو من هر سال نو من تو سرودی یعنی عشقی رو ایجاد میکنم، ثبت میکنم و برای تماشابین پیشکش میکنم تو که محبت مردم نسبت یکدیگر در سال نو باز نو شد. در به همین خاطر یعنی هنرمند رو اما ایجادیات نو به نو یعنی در صحنه نگاه میدارن. بغیر از اونی که مثلا مهنت میکنه ترانه میآفرد دیگر از نگاه شما همچون شخصیت صنعتکار باید چگونه انسان باشد؟ من دائم میگفتم این یعنی پاپولار نیست، یعنی مشهور شدن اینم دشوار است و لیکن افتادنم آسان است. درست. و همین طریق من پیشنهاد همیشه میکنم با بسیار جوانان صحبت میکنیم و همکاران میگم هیچگاه پرواز بلند نکنید. پرواز بلند کردن آسان است و فرآمدن آسان. فرآمدن از وای آسان تر است. خبر نمیشوید که چه خیلی میفرایید. همین طریق در زمین ما باید با انسان ها یعنی مثل اونها زمینی باشیم، چون که هر یک اون مردم اون مخلصان اون تماشابینان هم مثل ما آدم هستند و اونها در هر یک گونه ساحه ها یعنی شاه هستند و قدر خودش را دارند. بله. ما هم باید قدر اونها را بدانیم که اونها قدر ما را یعنی تا ابد بدانند. واقعا درست. صمیمیت خاکسار بودن این فکر میکنم انسان رو بزرگتر میگردونه. بله. بودن در حیات ایجادی شما وقتی مثلا لحظه های عجیب یا که برای شما غیری چشم داشت که پیش از به صحنه برآمدن با شما روی داد یا که وقتی در صحنه بودنتون روی داده بودن همین گونه حالتهای عجیبی و خنده‌آور که غیری چشم بودن؟ مثلا شما به صحنه برآمدید تو یک شاید اسباب موسیقی کار نکردید که گویم بلند گویید که یکون چیزی مخصوص رو هم روی خود فراموش ساختید یا که باز یکون چیزی دیگر؟ نه خیلی وقتی خود کنسرت های زنده کمتر میشوند و همه معلوم است و در توی عروسی ما همیشه زنده میسرایم با گروه و اونجا میشود بسیار پرابلم ها
یعنی مثال گیریم با گروه علاقه صحبت میکنیم بعد گفتگوی برنده صحبت میکنیم که همین سرود رو سر میکنیم بله زمزمه میکنیم در اسبابی که ما مینوازیم دیگر سرود ما یک بزم یعنی بود کردیم با خدا رسوندیم اونجا دیگر ریتم موندگی هستیم و علاقه کلمیناسیون تیز رفته شده او را خاموش کردیم و اما خیلی مونده است بعد ما سرود نرم میخوایم که بخوانیم با نوبت دیگر شده است و یک سر میتیم که تیز میروه دیگه هم دیگر نگاه میکنیم هم عرق ما را زیر میکنه یعنی هیچ با نقشه شما موافق نیست البته و بسیار علاقه ما با چیزا سرایم اون را میشکند علاقه خطا نیم علاقه بله این گناه با تو البته زیاد میشوند در حیات هنرمند و پیامی که اومده رسیده است از فریدون در صفحه وایبر می‌نویسند سلام علیکم با رادیوی ناو از مسکو از روسیه و دوشنبه تاجیکستان یک سوال با برادر شهرت گوید که استاد کرامت‌الله قربان پیاز زلفقار عزیز یا مبارک شو کدام از این استادان اون شوهی استراد تاجیکستان میبوشند یعنی از شما شاید با حضوری رو میپرسند اومن شهرت شما از استادان صنعت ایجاداتی که رو بیشتر قدر میکنید گوش میکنید از هنرمندان حاضر سرودایی که رو میپسندید گوش میکنید در این دوران میگفتید البته از این استادان از شادروان یعنی کرامت الله قربان مبارک شو و زلفقار عزیز البته هر سهش رو انتخاب کردند در بین این سه شادروان یگان تاش رو من اکنون نمیتونم انتخاب کنید یعنی هر سهش به دل من نزدیک بودن و سر کریم از استاد مبارک شو بله وقتی که سرودهاش همون سالها برآمدن ما دانشجوی بودیم و زمزمه میکردیم حتی در دانشگاه مزگوری ما رو مبارک شو میگفتن میگفتن دانشجویان من با سرودی رقص بکن شور بده میسرودم و خیرامان گشتم آی بسویم و همین گونه زمزمه میکردیم بسیار قبول کردیم یعنی مخلص اشدی و همین گونه زلفقار وقتی که سال 1997 ما از همین وگزار جده یعنی روی آهن سفر کردیم به سمرقند و همین تاریخ با یک ژیگولی 97 بودن همین گونه تا سمرقند یعنی ثبت همون شادروان را زلفقار رو گوش میکردیم حتی در سمرقند یک قشلاق آقسای هست همه تاجیک زبان هستند این کسیته رو پهن کردیم یعنی و همون تا که گوش کنن او وقت رفت آمد کم بود که سال 97 و 96 بود و همون کسیته رو با همه خانواده تقسیم کردیم همه با خود ثبت کردیم و اومدیم با استاد شادروان کرامت الله همون زمانی که من اولین بار با دوشنبه اومدم با پایتخت سال 1991 و شادروان کرامت الله یعنی با از تلویزیون صدا میداد فقط و من تماشا میکردم و همیشه هوس میکردم که کی ما در این تلویزیون یعنی مثل شادروان کرامت الله برآمد و همیشه صدا میداد و من هوس میکردم همیشه همون سالها و هر سه این برای من بزرگ بودند روانشان شاد بود جاشان جنت زنده باشید و شما گفتید که بسیار مخلصی اشدی مبارک شو بودید و میتوانید شما همین لحظه با صدای زنده از یگان سرودشون 4 مصرع برای شنونده بسرایید رقص بکن شور بده خدمان زلفان الله مای شبستان چرخ بزن آپیلا چشمان الله مای شبستان فرا باید نیست و میروی از بر من دور چرا مست و مغرور چرا خیلی تکرار نکردم روز دیگه این سببش در آن است که من در آن زمان فقط سرودای مبارک شو رو میسراییدم و با خود سوال گذاشتم وقتی که من در توی عروسی مثال وقتی که من میرم و بعد استاد مبارک شو اونجا اشتراک میکنن من چی میسرایم و همین طریق من با خودم خلاصه برآوردم من باید سرودای خودم را ایجاد کنم و بعدا من دیگر فقط در قسمت ایجاد خودم شدم و این شعرها رو چند سال شد من تکرار نکردم فقط میشنوم و ای به من نیست که من فراموش کردم روز من تکرار نکردم خوب است خوب سراییدید و از اون ما ادامه میدیم برنامه رو با ترانه با نام یک دم بیو از خود شهرت زینکف و بعد باز برنامه ادامه خواهد یافت در موجی نباشید دیگر شما بخیر شنوندگان عزیز موجی رادیوی ناو برنامه شنگوی به تنفس با شما منظر نیگولی رستم و همچنین مهمونی این شبه ما البته سراینده من بودی توجیک شهرت زینکف بور دیگر
خوش آمدید با خوش رادیوی باشید نو. خوش باشید چون میبینیم شما بو طور مخصوص آمده بو اسباب موسیقی کم است که مثلا بو اسباب موسیقی بیایند و هم بینوازند و هم بیسرایند. از این لحاظ ما میخواهیم که همین لحظه 4-5 مصرع از جدید خودتون یا بون ترانه رو با نواختنی اسبابی اکاردیون سرایده باشید. دل را بودی دل بده عشق مرا منزل بده یک بوسه خوشگل بده ما را با چشمی کم مبین عشق چشمی نازنی ما را با چشمی کم مبین بشیان سیاه محجبین ما را با چشمی کم مبین عشق چشمی نازنی ما را با چشمی کم مبین مشکان سیاه محجبین ما را با چشمی کم مبین ما را با چشمی کم مبین ما را با چشمی کم مبین. احسن، زنده باشید. بگذار اجرا صدای شما خسته نباشید. آماد باشید سلامت باشید و ما میخواستیم بفهمیم که مثلا سالی که 2029 بس از اینکه بسیار دشواری و مشکلی روش برای شما چگونه بود؟ چی نقشه خود رو در این سال عملی کرده توانستید؟ چی لحظه های خوش رو از این سال در یاد خود دارید؟ میتونید؟ البته سال 2020 بسیار سال دشوار بود و چی نیت و آرزویی که من داشتم آرزوی من عملی شدن چون که من هیچ گاه راه افتاده نشدم در آن زمان بسیار روزهای سخت بودن لیکن من در قسمت ایجاد بودم من باوری داشتم که روزهای خوب ما را انتظار هستند و من برای همه شنونده میگم که سال 2021 یعنی بسیار سال پربرار است یعنی سال قدم یکم است 21 بله درست یعنی قدم اولی است من باور دارم سال خوب میبید و سال با برکت میبید و دل همه تماشاگران و شنونده پر باشد که سال با برکت میشود. واقعا ما نیز با این امید میبندیم. ما از نام کارمندان رادیوی نو از نام خود رادیوی نو از نام خودم شما رو برای اینکه پیشنهاد ما رو قبول کردید قدم رنج نمودید وقتی قیمت خود رو در این نداشتید بار دیگر سپاسی بی پایان به شما ایثار مینه‌داری بیان میکنیم. خوش آمدید و در کارهای ایجادی در عملی شدن نقشه هایتون به شما موفقیت و دستاوردهای نو در جاده صنعت پروازی بلند رو در قله صنعت تمنا داریم. بگذار همیشه در زندگی موفق در ایجادیات خوشبخت در این باشید. سلامت باشید شما هم طریق. بار دیگر خوش آمدید. خوش باشید. شماتون بخیر. از اون دید اینشون در مهمانی ما قرار داشتند هنرمندی محبوبی توجیک شهرت سعی نکرد و در اینجا برنامه شنودوی به تنفس با خیر میرسد. خاطر از میشن که با شما بودم من زرین رستم و همه شما شامی خوب و بگو رو تمنا دارم همیشه در موجی نو باشید. خیر از اون دید. Новое радио. Yeah.